بگذارن، اصلاح طلب بگذارن، سکان کشتی رو بدن دستش. ولی این بار فکر میکنم اشتباه بزرگی کردن که همیشه همینجور خواهد بود. اینطور نیست به نظر من. و واکنش آقای ترامپ هم کاملا قابل فهم و درسته، چون اگر آقای ظریف یا آقای عباس عراقچی یا آقای پزشکیان بیاد و به من و به مردم ایران بگه که بشینید با من مذاکره بکنید، ما میگیم که شما نماینده کی هستید، با کی ما داریم مذاکره میکنیم، شما کی هستی؟ و بنابراین اگر مردم ایران رو نداشته باشی، پشتوانه اونها و رأی اونها رو، شما فقط آقای سعید پزشکیان هستی، شما هم آقای جواد ظریف هستی و اون آقا هم آقای عباس عراقچی هست از دو قوزآباد. اینطور که صحبت میکرد اون خیلی سالهای پیش در مورد اون مسئله هسته‌ای، یک محلی پیدا شده بود در محله ایشون بود، ظاهرا اونجا ایشون اهل دو قوزآباد باید باشن، آقای عباس عراقچی. که تصور بکنن الان آقای ترامپ میاد و در سطح برابر میشینه و با اینا مذاکره میکنه، غیر از این که اونها رو در حد چیزی که هستن ببینه، پیغام آور و گماشته آقای علی خامنه‌ای و دوستانشون و مسنجر اونها، پیغام آور اونها. با مسنجر و پیغام آور آقای ترامپ و دوستان آقای ترامپ قطعا انقدر باهوش هستن که مذاکره یا صحبت نمی کنن، فقط به شما دستور میدن با این لیست خواسته هایی که این کار رو میکنید یا نمیکنید. فقط همین. این داد و فریادایی که الان میشنویم صرفا به خاطر همین بوده. الان دلار با این صحبت ها، با این لیست بالای 90,000 تومنه و من سالها پیش بود، 1-2 سال پیش، باز دوباره همون اوایل سال 23 بود، پیش بینی کرده بودم دلار 100,000 تومن یا بالاتر بره و قطعا خواهد رفت. یعنی در واقع جمهوری اسلامی، کشتی جمهوری اسلامی، آقای علی خامنه‌ای و دوستانشون در موقعیتی قرار گرفتن که هیچ به نظر من راه چاره قابل دیدنی من براشون نمیبینم. تنها انتخابشون این هست که کارهایی که آقای ترامپ ازشون میخواد انجام ندن. و الان شما دقت میکنید بعد از سرنگون شدن آقای بشار الاسد در سوریه، نیروهای نیابتی هشت شعبی عراقی ماندند و یمنی ها، حوثی های یمنی ماندند که شما حرکتی از اینها نمیبینید و کاملا طبیعیه. طرف نباید عقلش باید برسه که حرکت دادن این بازوها یا این انگشتان در عراق و یمن باعث واکنش بسیار شدید آمریکا، اسرائیل و بقیه نیتو، شاید کشورهای ناتو، اروپا خواهد شد. پس بنابراین نمیتونه این کار رو بکنه. باید بشینه و تصمیم بگیره که آیا من میخوام چه کار بکنم. اگر به سمت درگیری و صادق 3 رو صحبت کرده بود، موشک پرانی و یا دردسر درست کردن برای منطقه و اسرائیل حالا با آمریکا بشه، که واکنش پرقدرتی خواهد دید و این تغییراتی که من انتظار دارم شخصا و مردم ما میتونن منتظر باشن خیلی سریعتر اتفاق میفته. و یا اینکه کاملا متوجه بشن، چون شما با درگیری هایی که من میبینم بین مخالفین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون بیرون از کشور، آقای رضای پهلوی در رأس اونها و دیگران که حالا صحبت از این هست که به خاطر فاند یا پول ساپورتی که آمریکا یا هر کشور دیگه این به اینها میداده صحبتی میکنن یا حرکاتی میکنن، من فکر میکنم همه متاسفانه سوء تفاهم براشون پیش اومده، سوء تفاهم بزرگ، به خاطر اینکه نه مسابقه اسبدوانی در کار هست، نه کشور ایران و مردم ما من و کشور من جایی هست که دیگه قرار باشه یک نفر بیاد یا چند نفر بیان و یک قدرتی رو بگیرن و اونجا بمونن و حکومت بکنن. که این تحلیل بسیار اشتباه سیاسیه. و یا اینکه مسابقه اسبدوانی از هر کس اسبش زودتر رسید به کشور ما برنده میشه و برای شورا میکشن، دست میزنن و قهرمان میشه. اینطور نیست. قانون اساسی اون کشور به تک تک مردم ایران اجازه خواهد داد که اگر قرار باشه شاه باشن شاه بشن، اگر قرار رهبر بشن رهبر بشن، اگر قرار رئیس جمهور بشن رئیس جمهور بشن.
یعنی چی؟ یعنی اینکه ما حکومت مادام العمر و ادامه خانواده و یا خانوادگی نداریم توی اون کشور. فردا در ایران آزاد قانون حاکم خواهد شد، مردم برای خودشون و به دست خودشون بر خودشون حکومت خواهند کرد و بر اساس یک قانون اساسی کاملا دموکراتیک و سیکولار. خیلی زود امیدوارم اتفاقات بزرگی بیفته و در راه هست. دوباره ویدیو ما میگذاریم، من میگذارم، میتونید این ویدیو رو هر جایی ببینید، یا اینستاگرام یا روی یوتیوب و یا روی بلاگ من هست، دوستان ایران آزاد و دموکراتیک. موفق باشید. فعلا.